سلام و درود خدمت شما دوستان عزیز. سالار نعمت‌زاده هستم و اینجا هم زیرو لرنم. امروز قراره با هم یاد بگیریم چطور یک API ساده و کاربردی رو در لاراول از صفر بسازیم. حتی اگه هیچ تجربه‌ای با API ندارید نگران نباشید، همه چیز مرحله به مرحله توضیح داده میشه. پس بریم سراغ آموزش. خب بریم سراغ آموزش. اول از همه من نیاز دارم که یک پروژه لاراول جدید رو بسازم. پس کامنت پرامپت خودم رو باز میکنم، دیسک سی خودم رو سلکت میکنم. چی نوشتم؟ خب دیسک سی خودم رو سلکت میکنم و با استفاده از دستور کامپوزر create project و laravel /laravel و create API هم که نام پروژم هستش. این نام پروژم. اینتر رو میزنم و صبر میکنم که پروژه لاراولیم رو کامل نصب و راه اندازی بکنم. خب این رو بذاریم کنار. ببینید یک توضیحاتی در مورد کارمون بهتون بگم که به عنوان یک توسعه دهنده سمت سرور قرار هست اینها رو یاد بگیرید و با اینها کار بکنید و خیلی با API ها سر و کار داشته باشید. API یه واسط برنامه‌نویسی نرم افزار کاربردی هستش که به صورت انگلیسی بهش میگیم API. مخفف Application Programming Interface هستش که به صورت خلاصه به اون واسط برنامه‌نویسی میگیم. واسط بین یک کتابخانه یا سیستم عامل یا برنامه‌ای هستش که از اون تقاضای سرویس میکنه. خب بریم سراغ کد، اونجا بهتر متوجه میشید. این تعریف API بود. من پروژه لاراولی خودم رو که با نام create-api هست رو سلکت میکنم و با استفاده از دستور php-s localhost 2.3000-t public من میام پروژه لاراولی خودم رو سرو میکنم. خب میام توی مرورگر localhost 2.3000 رو میزنم و بعد سیستم لاراولی ما با موفقیت نصب و راه‌اندازی شده. من اینا رو میذارم کنار. PHP استورم خودم رو باز میکنم و از طریق دکمه open یک بروز میکنم تا create API رو اینجا لود بکنه. create API رو سلکت میکنم و اوکی رو میزنم و سر میکنم که پروژم رو بیاره بالا. یکم طول میکشه ایندکس کامل پروژه. صبر میکنیم. خب چون یک آموزش پروژه محور هستش، من سعی میکنم تا حد توان شبیهش کنم به یک پروژه واقعی که برای این کار من نیاز دارم که اولش یک مایگریشن و یک مدلی برای عملیات کراد یوزر من داشته باشم. عملیات کراد به چه معنیه؟ همون مخفف create read update delete هستش که به اختصار بهش میگیم عملیات کراد، که اگر توجه بکنید اولین حرف هر عملیات رو داخلش داره. عملیات کراد که create read update و delete بهش میگیم عملیات کراد. خب از این که بگذریم، خود لاراول وقتی که نصبش رو انجام میدیم خودش به صورت پیش‌فرض مدل یوزر و مایگریشن مربوط به یوزر رو داخل خودش داره اگر توجه بکنید. خب اینه. خب اگر حالا نداشتید، اگر راه اندازی نکرده بودید، دستورش هم میتونید به این شکل بزنید و مدل و مایگریشن رو ایجاد بکنید اگر این ایندکس PHP استورم اذیتمون نکنه. خب با استفاده از دستور PHP artisan make model PHP بنویسیم PHP artisan make model و اسم مدلمون یوزره و یه دش ام هم آخرش میزنید که مایگریشن هم همراهش ایجاد بکنه برای مدل یوزر، که حالا با این کار نداریم، ساخته شده دیگه قبلا، اصلا نیازی نداریم که به دوباره بسازیمش. خب توی مایگریشن من فیلدی میبینم که نیازم نیست توی این پروژه.
و صرفاً یک ویدیو آموزشی پروژه محوری هستش که نیازی به پسورد، ایمیل ورفاید یا ریممبر توکن اصلا ندارم. این سه تا رو من میگیرم حذف میکنم که کدمون هم کوتاه‌تر و سریع‌تر بشه. پس تیبل یوزر یک فیلد نیم داره، یه دونه هم ایمیل داره. آیدی و تایم استمپ ها هم که اصلا نیازمون نیست اینجا که بدونیم و کاری روش انجام بگیره. خب توی این مرحله نیاز داریم دیتابیسمون رو ست بکنیم. اگر به .env فایلمون مراجعه بکنیم می‌بینیم که اطلاعات دیتابیس کامنت شده، از کامنت درش میاریم. دیبی کانکشنمون رو که SQLite به صورت پیش‌فرض هستش روش رو ما MySQL می‌کنیم و دیبی دیتابیسمون رو می‌ذاریم API. این نام دیتابیسمون هستش. اینو درست نکردیم که درسته؟ پس من میام داخل مرورگر خودم، قبل از اون مطمئن میشم که حتما زمپم رو ران کردم با استفاده از آدرس localhost/php myadmin. میام داخل php myadmin نیو رو میزنم، اسم دیتابیسم رو API طبق چیزی که توی php storm قرار دادم توی فایل .env میذارم و کالیشنش رو UTF-8 before Persian CI قرار میدم. create رو میزنم. اوکی. اینم که تنظیم شد. دیتابیس نیم DB دیتابیس رو API قرار دادیم. یوزرنیم و پسورد هم که به همین صورت قرار میگیرن. اگر هوم رو نگاه بکنید روت به عنوان یوزرنیم و پسورد هم که نداره. پس کارمون با اینجا به اتمام رسیده. خب توی این مرحله من نیاز دارم که کل جداول رو ایجاد کنم. PHP Artisan migrate رو میزنم تا جداول من رو داخل دیتابیس ایجاد بکنم. خب از این مرحله که بگذریم، اینا که ایجاد شدن. بریم اگر داخل دیتابیس API می‌بینیم که بله جدول یوزر ایجاد شده با دو فیلد نیم، ایمیل و تایم استمپ هایی که created at و updated at هستن و آیدی هم که اولش داره. خب برسیم به اصل ماجرا که اصل ماجرای ساخت API. ببینید ما برای اینکه یک عملیاتی رو پردازش کنیم، مثل عملیات کراد رو پردازش بکنیم، نیاز به یک کنترلر داریم. خودتون میدونید، شما حتما برای دیدن این ویدیو نیاز دارید که حتما ساختار PHP و ساختار لاراول رو درک بکنید دیگه، درسته؟ نیاز به یک کنترلر داریم. کنترلری برای مدیریت و پردازش درخواست‌های اون API که میتونه به ایندکس، استور، آپدیت، دیلیت و شو حالا اشاره بکنه. توی این مرحله با استفاده از دستور PHP Artisan make کنترلر درست نوشتیم، کنترلر و اسم کنترلرمون من توی پوشه API این API هم این کنترلر رو قرار میدم API و یوزر کنترلر درست میکنم. یک شورتکات دیگه ای هم جلوش میتونیم بنویسیم، مثل همون داش ام که مایگریشن رو درست میکنه، داش API. این چیکار میکنه؟ متدهای بهینه و استاندارد برای API هم رو درست میکنه. یعنی عملیات کراد API هم رو این متدهاش رو به صورت پیش‌فرض میاد ایجاد میکنه داخل کنترلرم. حالا بریم نمایش میدم بهتون. همون متدهایی که بهتون گفتم، ایندکس و استور و همینا. خب ایجادش کردم توی فایل HTTP، گفتم پوشه API که براش تعریف کردم، یوزر کنترلر رو باز میکنم و میبینم که اینجا یک متدهای پیش‌فرض برای من ایجاد شدن با نام ایندکس، استور، شو، آپدیت و دیستروی. درسته؟ که یک توضیحاتی هم اینجا دارن برای ایجاد کردن یک رکورد، برای نمایش تمامی رکوردها، برای نمایش یک رکورد واحد، برای آپدیتش، برای دیسترویش و اصلا با اینا کاری نداریم کلا. خب ما یک عملیات مدیریت درخواستی توی این کنترلر هم باید اجرا بکنم. ایندکس برای چیه؟ برای نمایش کلیه کاربرهایی که داخل سایتم دارم. درسته؟ داخل سیستم خودم دارم. پس چیکار میکنم؟ از طریق مدل یوزر، حتما بالا اینتر رو بزنید که حتما بالا توجه کنید که یوزر رو
یوز کرده باشه. و از طریق متد آل من میام کل یوزرهایی که دارم رو دریافت میکنم و میریزم داخل متغیری با نام دلار یوزر و بعد ریترن میکنم ریسپانسی به صورت جیسون و یوزر رو بهش پاس میدم. تمام شد رفت. توی این حالا متد من تونستم پاسخ 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 حاوی کل اطلاعات کاربران سایت می باشد. خب. حالا با کدنویسی داخل این اصلا کاری نداریم، چون ما کارمون اصلا ساخت API درسته و این فقط برای اینکه یک آموزش پروژه محور باشه اینا رو می‌نویسم. خب توی بخش استور من میام اولش این ریکوستی که اینجاست تمامی اطلاعاتی که به من ارسال شده رو دریافت کرده دیگه، درسته؟ پس من میام اینجا اولش من یک موردی رو بهتون بگم. من میتونم بیام اینجا یوزر رو بنویسم، عملیات کرییت رو اینجا انجام بدم و بگم که مثلا نیمش رو این بگیره و ایمیلش هم این بگیره. تمام شد رفت دیگه، درسته؟ و در آخر ریترن بکنم ریسپانس بهتون الان توضیح میدم. ریسپانس جیسون یک پاسخی با فرمت جیسون اینجا میفرستیم براش. این یعنی ریترن، یعنی ریسپانس جیسون یک پاسخ جیسون میفرستیم که توی اون برنامه یا وب اپلیکیشن بتونه اینو درک بکنه، بتونه این رو بخونه، پاسخ رو درک بکنه سیستم. من میتونم اینجا یوزری که استور کرده اطلاعات یوزر رو اینجا بگیرم و به این پاس بدم، یک استاتوس 201 هم بهش بدم. این استاتوس هایی که آخر این جیسون یعنی توی دومین پارامتر جیسون وارد میشه اینو قضیه دارن، یعنی هر کدومشون به معانی مختلفه. مثلا 201 برای اینکه مثلا توی متد استور بیشتر به کار میاد. مثلا به سیستم میگیم که هر چیزی که میخواستی درست کنی، ایجاد بکنی رو، محصول بوده، پست بوده، کاربر بوده رو با موفقیت من ایجاد کردم. این استاتوس به اون معنیه. حالا برای اینکه نیم رو بگیرم من از ریکوست رو میگیرم، میگم که گت بکن نیمش رو از اون اطلاعاتی که ارسال شده بگیر، درسته؟ برای ایمیل هم من میگم ایمیل رو از اطلاعاتی که ارسال شده بگیر. این کدم درسته، کارم میکنه، مشکلی هم نداره. اما توی API ها همیشه حواستون رو جمع بکنید روی امنیتش. نگید مثلا زود کد رو من تموم کنم، حتی با اینکه این یک ویدیو آموزشیه و اصلا اینا ربطی به آموزشمون نداره، حتما قضیه ولیدیشن ها رو همیشه رعایت بکنید و سعی کنید ولیدیت رو همیشه انجام بدید. خب ولیدیت میکنم هایی که ولیدیت شده از طریق دلار ریکوست ولیدیت. میام اینجا مقادیری که ارسال شده یعنی دریافت شده رو ولیدیت میکنم. یه دونه نیم ارسال شده، یه دونه ایمیل ارسال شده دیگه، درسته؟ حالا از همون اطلاعاتی که تأیید شدن من میام اینجا مستقیم از ولیدیت دیگه اطلاعات رو میگیرم، درسته؟ مستقیم دیگه از ولیدیت اطلاعات رو میگیرم. ببخشید آرایی است دیگه، این به کارمون نمیاد. به صورت آرایه‌ای و اسم فیلدی که من میخوام رو اینجا میگم. خب ولیدیت و ایمیل رو میخوام به صورت آرایی هستش دیگه، درسته دیگه، ریکوست نیست. و اینجا اطلاعات رو ولیدیت میکنیم، اعتبار سنجی میکنیم به اصطلاحی میگیم و میریزیم داخل ولیدیت و اینجا به کرییت پاس میدیم تا اطلاعات اول تایید بشن تا بعد بره به مرحله ایجاد.
اطلاعات رو چجوری تایید کنیم؟ ما میگیم که required باشه اولا، یعنی اجباری باشه. این اولین پارامتریه که برای هر دوتاش من میذارم. درسته؟ من میگم آقا اجباری باشه اولش. هیچ کار دیگه ای نمیخواد بکنی. اجباری باشه. میتونم مثلا بگم استرینگ باشه، به صورت رشته ارسال شده باشه. توی ایمیل من میتونم بگم ایمیل باشه، ساختارش یک ایمیل باشه. و حتی میتونم بگم این ایمیلی که ارسال میشه یونیک باشه و اینکه یونیک داخل دیتابیس ست شده باشه. یونیک از جدول یوزرز. اوکی. این اول دیتی که ما انجام دادیم و اینم کرییتی که انجام شد و اینم ریسپانس جیسون. پس حتما توی مبحث API ها با امنیت اصلا شوخی نکنید به نظرم، چون هر کس دیگه میتونه این درخواست رو بفرسته، مخصوصا اگر اتنتیکیشنی برای تایید اون سیستمی که اطلاعات رو میفرسته نداشته باشید. اینم بگم بهتون. و مورد بعدی مورد شو هستش که با متد فایندر فیل من یوزر رو پیدا میکنم. اول یک متغیری با نام یوزر درست میکنم و با استفاده از مدل یوزر و متد فایند اور فیل آیدی رو میگیرم و اطلاعات کاربری که قصد دریافت اون رو دارم رو به دست میارم و با استفاده از دستور ریترن ریسپانس و ریسپانس تایپ جیسون و یوزر رو بهش میدم و سیمیکالن رو میذارم در آخر. مورد بعدی آپدیت هستش که همین کدی که من بالا نوشتم، حالا برای اینکه وقت ویدیو زایی نشه من هی کپی پیست بکنم که دیگه اذیت نشین توی وقت ویدیو. من یوزری که دارم و به دست آوردم رو میام از طریق متد آپدیت میام آپدیتش رو انجام میدم. آپدیت چه مقادیری رو؟ یه دونه نیمه، یه دونه هم ایمیل دیگه. درسته؟ اوکی. فقط این رو گفتیم که ریکوستش باید ولیدیت حتما بشه دوستان. ریکوستش حتما باید ولیدیت بشه. از ولیدیت شما بیاید نیم و ایمیل رو دریافت کنید. تمام شد رفت. نیم و ایمیل رو دریافت کنید. اینجا و یک پاسخی هم ریترن ریسپانس جیسون و یوزری که داریم رو بهش پاس میدیم. تمام شد رفت. توی دیستروی هم که همین دیگه، یوزر رو میگیریم، یوزر رو اول پیدا میکنیم و بعدش که با دیلیت من میام حذفش میکنم. توی ریسپانس هم نیازی نیست چیزی وارد کنید، میتونه نال بگیره. یه استاتوس هم 204 براش تنظیم کنید. این استاتوس ها رو گفتم آخر ویدیو براتون توضیح میدم. یه چند مورد توضیح میدم که بتونید این استاتوس ها رو هم تنظیم بکنید. خب این از مدیریت پردازشمون که توسط یک کنترلر اینجا اجرا شد. اینا رو من بنویسم. ایجاد یک کاربر جدید، نمایش یک کاربر منحصر به فرد بر اساس آیدی، اینم آپدیت یک کاربر و حذف یک کاربر. اوکی. حالا ما برای اینکه روت براش ایجاد بکنیم که بتونیم از بیرون با یک فراخوانی URL به اینها دسترسی داشته باشیم چیکار باید بکنیم؟ خب ذهنمون اولش که میره روی web.php، اما باید بگم که CSRF اینجا بهمون گیر میده و با CSRF نمیتونیم توی web.php فعالیت بکنیم. کارمون اینه که CSRF رو بیایم یعنی میتونیم CSRF رو بیایم غیر فعال بکنیم که اونم بهینه نیست و با web.php اصلا خدافظی میکنیم. اصلا web.php کارمون نیست. لاراول برای ما یک فایلی اینجا، یک قابلیتی گذاشته برای ما با نام API. درسته؟ میتونیم یک فایلی با نام API یا هر نام دیگه ای، اصلا مهم نیست API باشه، اصلا بنویسید API یوزر، برام هیچ کس فرق نمیکنه.
اما برای اینکه بهینه باشه سعی کنید API بنویسید. اگر API هاتون خیلی زیاده و دسته‌بندی گوناگونی هم داره، سعی کنید به این صورت APIش رو یک جای کار بنویسید که بفهمن که این یک APIه. API.php یک فایل API مانند درست میکنم. حتما فساد روت رو من اینجا اولش یوز میکنم. از همون فایل web.php بردارید اینجا هم یوز بکنید، فرقی نداره. خب توی یادتونه چجوری روت رو ایجاد میکردیم؟ خب توی وب هم ببینید میبینید که روت نوشته 2 نقطه، گت متدش رو نوشته، URIش رو فانکشن و ریترن ویو کرده یک ویوی بلیدی رو. خب و توی ساخت یک روت ما میتونستیم یک کنترلر معرفی کنیم، کلاس کلاس رو از کلاس‌هاش یک متدش رو معرفی بکنیم. خب اما توی API ما میتونیم یکم متدهای خاص‌تری داریم، مثل API resource. ریسورس که میگم احتمالاً اگر قبلاً با لاراول کار کرده باشید که 100% اینطوره، یادتون میفته که وقتی ریسورس رو می‌نویسیم متدهای بهینه و استاندارد عملیات کراد رو میاد خودش روتش رو ایجاد میکنه. با یک خط انگار 4-5 لاین خط ما نوشتیم. درسته؟ الان روت رو من میام اینجا یعنی ست میکنم API resource. ببینید روت رو که API resource که بنویسیم این همون کار ریسورس رو انجام میده، اما این فرقی که با ریسورس داره، API resource فرقی که با ریسورس عادی داره اینه که 2 تا متد بهینه و استاندارد web.php رو نمیاره. خب کدوم متدها رو؟ اون متدهایی که اصلا نیاز ما نیست. متدهای create و edit، متدی که برای نمایش صفحه edit و ایجاد اون رکورد، اون مثلا کاربر نوشته محصول ایجاد میشه. ببخشید. و توی API resource 2 تا پارامتر میگیره. اول کار پارامتر اول نیم کار هستش که نیم کار رو الان بهتون توضیح میدم که کجا اصلا این حساب میشه و کجا قرار میگیره. مثل همون نیم اسپیس کاره. و توی پارامتر دوم باید کنترلر کارمون رو کنترلر روتمون رو مشخص کنیم. من بزنم یوزر کنترلر، خود PHP استورم به هم معرفی میکنه. از اینجا من کپیش میکنم چون نمیخوام اینجا شروع کنم کار رو. همینجا بالا یوزش میکنم. تمام شد رفت. و اینجا فقط یوزر کنترلر رو میشناسونم بهش. و تمام شد. الان یک API حرفه‌ای برای خودمون ساختیم. خب این API resource دقیقاً چی کار میکنه؟ API resource کاری که انجام میده ساخت رودهای بهینه و استاندارد برای مدیریت پردازش ما هستش. خب من پایین این معرفی روتم بیام یک توضیحاتی در مورد اینا بدم به شما. ببینید یک متدی داریم با نام ایندکس که این متد ایندکس با متد روت گت فراخوانی میشه و توی این آدرس اگر توجه بکنید اینجا cmd آدرسی که روش سرف کردیم لاراولمون رو راه اندازی کردیم لوکال هاست 2.3000 هستش دیگه. درسته؟ پس توی آدرس http لوکال هاست 2.3000 میگم دشتی لوکال هاست 3000 /users، اون یوزرزی که بالا مطرح کردیم براش اینجا به کارمون میاد. یوزرز رو اینجا میگیم و قبل از اون ببینید این فایل api.php یه خاصیتی که داره، اول همه رودها بعد آدرس اصلی سایت یه API هم خودش میاد میذاره. درسته؟ یعنی API رو اول میذاره بعد یوزرزی که به عنوان نیم معرفی کردیم. این تمام شد. این چیکار میکنه؟ متدهاش هم مهمه ها. گت مهمه اینجا. این چیکار میکنه؟ میاد نمایش تمامی کاربران. این وظیفش اینه. من 5 تا دیگه از این کپی میگیرم. یه ایندکس یک متد دیگه ای داشتیم با نام استور دیگه. درسته؟ فارسی زدم. استور دیگه. درسته؟ این متدش چیه؟ متد پست هستش. درسته؟ این هم تو همین آدرسه، اما فرقی که داره متدش هستش و برای ایجاد
ایجاد یک کاربر جدید هستش. یک متد دیگه داریم با نام شو و فقط فرقی که با URI-های بالا میکنه، یک آیدی تنگش میاد میشینه، مثلا آیدی 1 برای مثال یوزری که آیدیش 1 باشه. نمایش بذاریم پاک کنیم دوباره بنویسیم. نمایش یک کاربر با آیدی مشخص. اینم از این. خب متد بعدی متد آپدیت هستش که این متد پوت میگیره، متدی که برای آپدیت هستش و اینم آخرش تنگش یه دونه آیدی کاربر میگیره و با دریافت اطلاعاتی که شامل نیم و ایمیل هستش، یعنی هم آیدی رو میگیره هم ریکوست ها رو میگیره. درسته؟ اینم آپدیت یک کاربر منحصر به فرد. آخریه که میدونید که برای دیلیت دیگه. درسته؟ اینم مطمئناً میدونید متد دیلیت رو میگیره. این هم آخرش آیدی میگیره و حذف یک کاربره. حذف یک کاربر مشخص. خب این شد کل رودهایی که یعنی API هایی که ما با این خط کد درستش کردیم. حالا این خط کد فقط متدهای استاندارد رو میگیره، یعنی ایندکس، استور، شو، آپدیت، دیلیت. درسته؟ گفتیم که توی web.php هم ما یک ریسورسی استفاده میکنیم، اینجا میتونیم استفاده بکنیم، اما توی ریسورس ما متد create هم داریم، متد edit هم داریم. درسته؟ اینا رو میاد براش روت ایجاد میکنه، اما توی API ریسورس اینا رو دیگه نداریم. درسته؟ فرقش دقیقاً همینه، فقط متدهای استاندارد رو میاد براش روت ایجاد میکنه. حالا فرض کنیم غیر از این که اینا رو داریم، یک متد دیگه داشتیم برای نمایش کاربرهای فعال. درسته؟ برای نمایش کاربرهای فعال که یک ریترنی رو میاد انجام میداد دیگه. درسته؟ اینجا بگیم مثلا hello world. hello world. درسته؟ خب یک متدی داشتیم با نام اکتیو که می اومد کاربرهای فعالمون رو بر حسب چیزی که خودمون تعیین کرده بودیم و فعال یا غیر فعالیشون رو تشخیص میدادیم. اونجا کدش رو من نوشته بودم. حالا روتش رو برای API من اینجا چجور ایجاد بکنم؟ خب اینم خیلی ساده است. این رو فقط باید جداگانه بیاید روتش رو ایجاد بکنید. من میخوام کل کاربران رو دریافت کنم. روتش متدش get هستش، URI-ش users active هستش و باید کنترلرش رو هم مشخص کنم دیگه. یوزر کنترلر کلاس و متدی که داره اکتیو هستش و اینجا خودش هم راهنمایی میکنه. الان با همین دست کد من اومدم یک روتی، بذارید من این رو کپی بکنم، از همین استفاده بکنم. اینجا میره توی متد، یعنی اطلاعات رو ارجاع میده، اون درخواست رو ارجاع میده به متد روت توی متد اکتیو داخل کنترلر یوزر کنترلر. درسته؟ متد روتش هم باشه get و همین باشه دیگه. فقط چون آدرسش فرق میکنه اینجا این رو اصلاح میکنم. نمایش اینم باشه، نمایش کاربران. خب نمایش کاربران اکتیو. درسته؟ خب اینم از این. خب الان بریم یه تستی بگیریم. این URI رو من کپی میکنم. خب میدونیم که متد get رو میشه از مرورگر خالی فراخوانی کرد. خب به یک اروری برمیخوریم. اینم از همون استاتوس هایی هستش، وضعیت هایی هستش که بهتون گفتم توی این بخش مثلا می اومدیم
201 204 اینم جزء همون هاست. استاتوس اون پاسخ دریافتیه. پاسخ دریافتی رو زده 404 not find، یعنی پیدا نکردم همچین چیزی. مشکلش چیه؟ مشکلش اینه که API.php مون رو نشناخته. باید چیکار بکنیم؟ باید بشناسونیم بهش. بوتسترپ رو، پوشه بوتسترپ رو باز می‌کنیم، app.php مون رو میزنیم اینجا. می‌بینیم که ببینید وب رو، web.php مون رو که اینجا هستش و رود هامون رو اینجا بهش معرفی می‌کردیم رو اینجا خودش اومده معرفی کرده. پس یکی از اینا روتینگ ها من ایجاد می‌کنم و به جای وب اسمش رو می‌ذارم API و و فایلش اسمش چیه؟ API.php دیگه، درسته؟ API.php. تمام شد رفت. الان من اگر یک ریلودی بکنم میبینم که یک جیسون خالی بهم نمایش میده. جیسون خالی به خاطر چی نمایش میده بهم؟ چون داخل دیتابیس هم چیزی نیست کلا. من داخل دیتابیس هم دو تا رکورد رو ایجاد میکنم. مهدی مثلا عزیزی، ایمیلش مهدی @gmail.com، تاریخ ایجاد و آپدیت یعنی created at و update at رو می‌نویسیم، اسم بعدیش رو خودم، اسم بعدی رو اسم خودم رو قرار میدم، سالار نمت‌زاده، و ایمیلم رو salar@gmail.com در نظر میگیرم. تاریخ ایجاد و آپدیت هم که امروز میزنم، الان میزنم، گو رو میزنم، براوزر رو اگر بزنم میبینم که 2 تا رکورد در جدول یوزر من ایجاد شده. من یک رفرشی بکنم، بله اطلاعات رو به خوبی و به درستی به من میده. البته اگر میخواید این ترکیب از ویو رو کلا نبینید، توی مرورگرتون توی گوگل بزنید جیسون ویو اکستیشن، خود کروم یک اکستیشن هایی در اختیارتون میذاره. من بذارید من تو مرورگر دیگم فراخوانیش بکنم، چون توی حالت گوست مود هستم نمیتونم نصب و فایلسازیش رو انجام بدم. ببینید توی مرورگری که جیسون ویور نصب باشه به این صورت میتونید اطلاعات در هم ریخته رو به صورت درختی مشاهده بکنید. خب از این بگذریم کلا. خب دیدیم که یک API تونستیم بسازیم که کل کاربرهامون رو دریافت کنیم به صورت یک فایل جیسون. حالا ما بقیه کارها رو چیکار بکنیم؟ بقیه روت API هامون رو چطور تست بگیریم؟ مثلا اینی که پسته، اینی که گته، اینی که متدش دیلیت هستش، اینها رو چطور ما تست بگیریم؟ توی مرورگر که قطعا نمیشه، درسته؟ اینجا یک ابزاری به میان میاد که میتونه ما رو در تست این API هایی که ساختیم یاریمون بکنه. اون ابزار چیه؟ ابزاری با نام پستمن که هر توسعه دهنده سمت سروری که حالا با زبان PHP کار میکنه باید با پستمن آشنا باشه و بتونه باهاش کار بکنه. من پستمن رو یک بار حذف کردم، دوباره نصب کردم، تا یک تنظیماتی هم داره قطعاً که باهاش به مشکل میخورید. من گفتم تو این ویدیو قطعاً راجبش صحبت بکنم. اولین قسمت ایجاد یک کاربر جدید هستش. من آدرسش رو کپی میکنم، میام توی پستمن یک برگه جدید میسازم و اینجا میزنم. اول من بذارید من نمایش تمامی کاربران رو بزنم تا اینجا هم به صورت درختی من میتونم دریافتش بکنم و سند رو بزنم. خب این از همون مشکل هایی بود که گفتم بهتون احتمالاً باهاش مواجه بشید. خب برای رفع این مشکل میرید توی بخش فایل setting و این SSL Certificate Verification رو از حالت آن به آف تغییر وضعیت میدید. بخش پروکسی هم Use the System Proxy رو غیر فعال میکنید. این دوتا رو که غیر فعال بکنید مطمئنا بدون مشکل خروجیتون رو دریافت میکنید. خب این رو که نشونتون دادم. ایجاد یک کاربر جدید. خب آدرس رو که همونه، درسته، فقط گفتیم که چیش فرق میکنه، متدش با این فرق میکنه، درسته. متدی که ارسال میکنه، ببینم متدی که ارسال میکنه پست هستش دیگه، درسته. اگر این رو سند بکنم مطمئناً بهم اخطار میده، درسته. بهم اخطار میده که آقا مقداری که فرستادی اصلا درست نیست. باید یعنی یک مقادیری رو این میاد دریافت میکنه، درسته. خب چه مقادیری رو دریافت میکنه؟ اگر بریم به
متد استور خودمون می‌بینیم که 2 تا مقدار با نام نیم و ایمیل رو میاد دریافت میکنه دیگه، درسته؟ اینجا ما هیچ کدوم که ارسال نکردیم برای این رود، درسته؟ این متد. بادی رو میزنیم، بخش راو رو میزنیم، اینجا اطلاعات رو میفرستیم. مثلا نیم داریم، نیم رو براش مشخص میکنیم، میگیم که مثلا نیمش علی حاجی، جاج زدم، حاجی پور، علی حاجی پور. قسمت بعدی ما میگیم ایمیلش هم باشه ali@gmail.com. میخوام این کاربر رو بیاد ایجاد بکنه، ali@gmail.com. اوکی. حالا یک مشکلی هست. یعنی ارسال این اطلاعات به صورت تکست انجام میشه، ولی ما اطلاعات رو به صورت جیسون میخوایم تا توی سیستم لاراولیمون بتونیم اون اطلاعات رو دریافت کنیم دیگه، درسته؟ اطلاعات ارسالی رو از تایپ تکست به تایپ جیسون تغییر وضعیت میدم و به این شکل در میاد. سند رو میزنم، تمام شد. خب میبینم که بله، یه کاربری رو برا من برگردونده که نیمش اینه، ایمیلش اینه، updated at created at و آیدیش هم 3 هستش. دیتابیسمون رو یه بررسی بکنیم، میبینم که بله این کاربر رو اد کرده. حالا اگر چیزی غیر از اینها بود با ولیدیتی که انجام دادیم، اون رو پس میزنه دیگه نمیخوامش. دیگه سیستم لاراولیمون میگه نمیخوامش. خب قسمت بعدی API هامون نمایش یک کاربر با آیدی مشخصه، درسته؟ من یک برگه جدید درست میکنم و این رو میزنم. آیدیش چیه؟ آیدیش یکه. من به 3 همون آیدی که درست کردی میزنم. خب میبینم که علی حاجی محمدی رو آورد. یک کاربر منحصر به فرد رو من تونستم با این API که ایجاد کردم دریافت کنم. آپدیت یک کاربر منحصر به فرد که اینم در دسترسمون هست. اینم همینجا میزنم، میگم که سومی رو که علی حاجی پوره بکن علی پورش، درسته؟ جیمیلش هم بکن علی پور، همون پور. اوکی، علی پور، پور علی پور فرق نمیکنه. سند رو میزنم. ببخشید من متدش رو ببینید ارور داد دوباره. متدش رو باید به پوت تغییر بدم دیگه، درسته؟ سند رو میزنم و میبینم که بله تغییراتم به درستی انجام شده. یک رفرش هم توی PHP MyAdminم انجام بدم، میبینیم که بله این مورد انجام شده. مورد بعدی چی بود؟ حذف یک کاربر مشخص. اینم که ساده است دیگه، من میزنم سومین کاربر رو، اصلا دومین کاربر رو خودم رو پاک میکنم. سند رو بزنم، میبینم که این کاربر رو اطلاعاتش رو آورد، دیتابیس رو مشاهده بکنم. خب چه مشکلی داره؟ نه دیگه اطلاعات نباید می آورد، نال باید برمیگردون دیگه، درسته؟ تایپش رو، متد ارسالش رو دیلیت میکنم، سند رو میزنم و هیچی برنگردون. میتونید هر چیزی بفرستید. استاتوسش رو 204 آورده و خب من یک بررسی بکنم که ببینم بله دومی رو هم حذفش کرد. مورد دیگه نمون دیگه، درسته؟ و موردی که ما اشتباه نوشتیم، ببینید users توسط API resource اینجا گرفتاره، پس نمیتونیم پایین در روت اختصاصی که در متد get نوشتم و URIش رو users قرار داده بودم استفادهش بکنم. عبارتش رو عوض میکنمش user. برای مثال اسلاگش رو هم که به عنوان کامنت پایین نوشتم، این رو هم عوضش میکنم. خب حالا از اینا که بگذریم، من همین URL رو بیام داخل پستمن فراخوانیش بکنم، میبینم که بله خروجی هلو ورد رو به من داد و بدون مشکل کار میکنه.
خب، به آخر این ویدیو رسیدیم. ممنون که تا اینجای ویدیو همراه ما بودید. خیلی تبریک میگم. شما الان یک API ساده در لاراول ساختید که میتونید توسعه بدید و برای پروژه‌های واقعی ازش استفاده بکنید. پیشنهاد میکنم همین الان یک پروژه کوچیک بسازید و تمرین کنید تا کامل دستتون بیاد. استاتوس ها، طریقه رودنویسی، تست اونها توسط پستمن و همینها رو کامل یک تستی بگیرید تا کامل دستتون بیاد. ممنون که تا اینجای ویدیو همراه ما بودید. خدا نگهدار.